وزن شدن اعمال حقیقت دارد، آنجا میزان است و تا اندکترین عمل که به مقدار حتی یک دانه ذره هم باشد آنجا حساب کرده می شود و مجازات و یا مکافاتی خودش را دارد. خداوند ذاتی با عدل است. ببینید حتی یک ذره اگر انسان عملی نیک کرده باشد به مقدار موری خرد، حتی در بعضی تفسیرها آمده حتی به مقدار موری خرد، به زبان معاصر ذره که معلوم است که اون رو به چشم دیده نمی شود، به همون مقدار اگر عملی نیک کرده باشد خداوند آن عمل را صرف نظر نمی کند، چون که با عدالت است. و یا اگر به مقدار آن اگر عملی زشت کرده باشد نیز آن را حاضر کرده حساب کرده می شود، چون که خداوند به صفت عدل متصف است. عدل خدا این را تقاضا می کند که همه عملش را ببیند.